اشرف رویا. خیلی خونریزی داری، باید بریم بیمارستان. چی کار میکنی؟ به آمبولانس زنگ میزنم. میخواستی آمبولانس چیکار کنم؟ نمیشه، بیمارستان نداریم. سوار شو، زود باش. نگو خونریزی داری. سرپرست گویندگان احمد کاظمیان، دوبله شده در استودیو سکوت. بیا اینو بذار روی زخمت. نمیخوام ماشین خونی بشه. نمیفهمم چرا نمیریم بیمارستان؟ به کسی زنگ بزنیم؟ ایرماک خانم زنگ بزنیم بهش؟ گوشیم کجاست؟ از من اونجا افتاد. من شماره‌شو دارم. خیلی خوب به نظر میرسه. میخوام یه بارم از زبون شما با جزئیات بشنوم. جواب نمیده. به یکی دیگه زنگ بزنیم. کسی دیگه نیست بهش زنگ بزنیم. خدای من تو چه هشلی افتادم. اون آدما کی بودن؟ از جون چی میخواستن؟ تو چطوری میتونی اینقدر آروم باشی آخه؟ ازت یه خواهش کنم انجام میدی؟ بهم بگو انجام میدم. ساکت شو. ولی ممکنه بمیری. پس بذار در کمان آرامش بمیرم. خم شو. لعنتی گولم تموم شد. من تو چه هجلی افتادم آخه؟ آروم باش. باشه آروم باش. این یارو کجا رفت؟ من چه میدونم مرتی که همین الان اینجا بود دیگه. زود باش باید بریم دنبالش. رفتن. بگمونم رفتن. حالت خوبه؟ خوب به نظر میرسم. الان از حال میری؟ هیچی نمیگی؟ بیمارستانم که نرفتیم. اون آدما هنوز دنبالمونن. میریم پیش دکتر ندیم. باشه کجاست؟ زیاد از همون دور نیستش. کوچه اسمر پلاک 14. خیلی خوب باشه. کوچه اسمر پلاک 14. زده 20 دقیقه. نمیری اینجا؟ تو اینو میدونی؟ میفهمی که یادم چطوری مرده؟ ازت خواهش میکنم خودتو نباز. باشه الان وقتش نیست به هیچ وجه. رانندگی کنی. رانندگی مالی نیست ولی یه ذره بلدم. بیا پشت فرمان. زود باش. وایس. مراقب باش به این بر. خیلی خوب. رویا تویی. خوب فشار بده. مراقب پشتت باش. رویا دیگه کیه بابا؟ خدایا امشب تموم بشه. التماس میکنم. آروم باش. دنده کجاست؟ روی فرمانه. اینه؟ آره آروم جامه رو نشکن. به ماشینم شلیک کردن، از جا تکون نخور. باشه میشه یه خواهشی بکنم؟ فقط ساکت شو.
اشرف خواست بیارمش اینجا. زخمیه، میشه معاینش کنید، فوریه. کجاست؟ تو ماشین. وایسا ببینم. سمت چپ، ببرش تو پارکینگ. زود باش، بجنب. آروم بچرخون. آفرین، خیلی خوبه. بیا. زنده میمونه؟ خواهیم دید. من میتونم برم؟ صبر کن. اینو نگه دار. کمکمون کن. لباسشو بچین. من؟ آره، زود باش، معطل نکن. طاقت بیار بابا جان، طاقت بیار. بهت نیاز داریم. طاقت بیار پسرم. خیلی خونریزی داره. من تا حالا کسی که تیر خورده رو از نزدیک ندیدم. میشه خواهش کنم که برم؟ به کسی زنگ زدی؟ به ایرمای خانم زنگ زدم چون فقط شماره اونو داشتم که جوابم نداد. داره یه چیزیش میشه. دستشو بگی بهمون کمک کن. دستشو بگی، نترس. من میتونم برم؟ باشه دخترم. نیسان جون، شرمنده. تو جلسه بودم، نتونستم جواب بدم. اتفاق بعدی برای آقا اشرف افتاد. چی شده؟ بهمون حمله کردن. یهویی شروع کردن به شلیک کردن. آقا اشرف زخمی شد. یه لحظه بیمارستان، ولی آروم باش. حالا دوباره تعریف کن. کجایی؟ دختر جریان چیه؟ این چه حال روزیه؟ اشرف تیر خورده. دختر چی میگی؟ کجا؟ کی؟ منم چیزی نمیدونم. رفتن پیش دکتر ندیم. باید فوراً بریم. کار کی بوده؟ چیزی گفتن؟ باز کن زود باش. الو. چی کار کردی؟ استخدام شدی؟ بله. عالیه. چی گفتن؟ اشرف تیر خورد. چی؟ اون آدم ها یهویی اومدن سر راهش، بعد شروع کردن به شلیک کردن. اشرف زخمی شد. مرد؟ اومدیم خونه یه مردی، یه جایی مثل کلینیکه. همه چیزش غیر قانونیه. همه جا خونه است، همه جا خونی شده. چی داری میگی؟ اشرف حالش چطوره؟ یه لحظه، اصلا تو الان کجایی؟ تو قعر جهنمم. شنیدی؟ قعر جهنم. باز کن زود باش. حالش چطوره؟ حالشو ول کن. کار کی بوده؟ تو چیزی دیدی؟ ندیدم، با ماشین اومدن. چطور ندیدی ها؟ ندیدم، یهویی اومدن. مگه میشه ندیده باشی؟ دست از سر دختره بردار.
گردال آروم باش. آبجی خوبی؟ زخمی که نشدی نه؟ نه. قسم میخورم کار اون بیشرفه. گیرش میارم مادرشو به عزاش میشونم. گردال آروم باش. اولویتمون اشرفه. تو چی میگی؟ چطوری آروم باشم فاروق؟ به داداشم تیر زدن. میفهمی؟ داداش ما هم هست. اولویت اشرفه. خیلی خوب. راست میگه. بذار اشرف تایید کنه بعدش به حسابشون میرسیم. باشه؟ باشه داداش باشه. آروم باش. تو اینجا بشین، من میرم اشرف رو ببینم و بیام. من دیگه میتونم برم؟ خواهش میکنم. پلیسی کسی چیزی از این اتفاق دیده؟ نمیدونم، اون دور و بر کسی نبود. فقط میخوام برم، خواهش میکنم. باشه. در مورد این موضوع با هیچ کس صحبت نکن. بعداً با هم هماهنگ میکنیم. یه لحظه صبر کن. نیسان خانیمو برسونین خونه‌اش. باید به بابا یعقوب خبر بدیم. راست میگه. پس من به داداش جمیل زنگ میزنم. باشه بعداً میرم. احمق گاو ابله گند زد به همه چی شده؟ به اشرف تیراندازی شده ولی نمرده. بردنش خونه ندیم. بد آوردیم که اگه نمیره که کلا بد آوردیم. اشرف قطعا میافته دنبال عزت. اگه قضیه از اونجا به ما ختم بشه که دیگه یه لحظه خفه شو پسر. همش نفوس بد میزنی. یه لحظه عمو بده. چی بگم قدیر؟ باید فوراً یه فکری بکنیم. به بچه ها بگو ماشین آماده کنن الان میام. تایفون ماشینو بیارید پسر. یالا. آبجی تو کجایی؟ مردم از نگرانی. آبجی دارم با تو حرف میزنم. آبجی چی شده؟ جواب بده. آبجی داری منو میترسونی. یه چیزی بگو، زخمی شدی؟ ببینم. کنارم به یکی شلیک کرد. چی؟ به کی؟ اشرف، صاحب هتل. همه جام خونی شد. کم مونده بود فکر کنم منم تیر میخورم. من فقط میخواستم آهنگ بخونم و برم روی صحنه. من از کجا پیدا کردن آقا؟ آروم باش. خیلی خوب آروم باش. حداقل تو چیزت نشده. ممکن بود بشه. خیلی خوب. این دیگه نمیره اونجا. همه چی تموم میشه میره. افرا فکر میکنی چرا پلیس ما رو ول کردن ها؟ برای این که تو نیافتی زندان من جاسوس مافیا شدم دختر. چی داری میگی؟ جاسوس مافیا یعنی چی؟ تو قاطی چی شدی؟ افرا قاطی چی شدی نباید بگی چرا قاطی شدی. به نظر تو چرا قاطی این قضیه شدم ها؟ به خاطر کی قاطی این کار شدم افرا؟ به خاطر کی من جاسوس شدم بگو. حالا من مقصر شدم. من بهت گفتم با اون پسر نگرد. به حرفم گوش نکردی. میبینی تو دل قاتلا و مافیا هستم. دقیقاً وسطشون افتادم. آبجی پسره به هم حمله کرد. من چی کار میکردم؟ هیچ کاری نمیکردم. بسته ساکت شو. کم مونده بود سوراخ بشم. ساکت شو. یکم شرم داشته باش.
داداش ندیم حالش چطوره؟ گلوله رو در آوردیم، زخمشم به خیه زدیم. خطر حیاتی نداره، زنده میمونه، ولی خون زیادی رو از دست داد. خدا رو شکر که زنده میمونه. خدا رو داداش هم زنده میمونه. زنده باشی تو. دمت گرم. خدا رو شکر سینم قصر در رفت. دقیقاً. حالا مسئله اصلی اینه کسایی که این کارو کردن رو پیدا کنیم که دقیقاً کار اون عزت بی‌شرفه. هست. تا اشرف بیدار نشده کاری نمی‌کنیم. به علاوه اول مطمئن میشیم ببینیم کار عزت بوده یا داداش مسلم چی میگی؟ چی کار کنیم؟ ازش بازجویی کنیم؟ حتی اگه بازجویی کنیم هم میگه کار من نبوده. چرا اینقدر رینکسی خدا وکیلی؟ دیگه بزرگ دیر جوش میاد گردال. قدیر اومد. ای بابا فقط همینو کم داشتیم. چی شده گردال؟ بلا به دور باشه. ممنونم. زنده باشی. اشرف چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. داداش ندیم گلوله رو در آورده. خطر حیاتی رو پشت سر گذاشته. مشکلی نیست. خدا رو شکر. کار کی بود؟ چطوری این اتفاق افتاد؟ نمیدونم ولی پیدا میکنیم. فکر میکنم یه آقایی به نام عزت خان این کارو کرده. اون از کجا در اومد؟ از جایی در نیومد. ما اینطوری فکر میکنیم. رو حساب چه اینطوری فکر میکنید؟ رو حساب چیزی نیست. اینطوری به دلمون افتاده. ببین داداش گردال، تو آدمی هستی که دوست داری سرخود کار کنی، اما این قضیه فراتر از حد شماست. اول اشرف به هوش بیاد، ما به عنوان بزرگترا میشینیم و صحبت میکنیم. اول سر از مسئله در میاریم، بعد کار لازمو میکنیم. باشه؟ باشه قدیر. قدیر شرمنده یادم رفته بود. این عزت بیشرف دوست تو هم بوده، درسته؟ دوستم نیست، فقط با هم کار میکنیم. همکارت؟ حالا هرچی، ولی دوستم نیست. الان اینجا با تو بحث نمیکنم چون به برادرم تیر زدن. ایرماک به چیزی نیاز داری؟ فعلا نه. از داداش ندیم ممنونیم، همه یه کار رو انجام داد. صبر میکنیم تا اشرف به هوش بیاد. بی خبر از یتیما کاری نکنید. بابا یعقوب دستور داده. بازم بلا از همتون دور باشه. ممنون ازتون. از شمام دور باشه. به چیزی نیاز داشتید خبر بدید. وقتش رسید یادم بندازید این کثافت رو از روزگار محو کنم. حالت خوبه؟ خیلی وحشتناک بود. همه چی یهویی اتفاق افتاد. یهویی شلیک کردن. آقا اشرف زخمی شد. همه جا غرق خون بود. اشرف چطوره؟ خبر جدیدی نداری؟ زنده است. ایرماک خانم گفت خوب میشه. نمیفهمم چطوری زنده است. خیلی خون ریزی داشت. کسایی که این کارو کردن رو دیدی؟ نه ندیدم. نفهمیدم اصلا. مگه کنارش نبودی؟ چرا خب بودم؟ پس پس چی؟ من میگم کم مونده بود بمیرم، تو منو تو چه هچلی انداختی؟ میدونستی. یعنی منم فکر نمی کردم انقدر زود اتفاق بیفته. غافلگیر شدم. چی رو میدونستم؟ اینکه این آدما مافیان. حالا هرچی منو از اینجا بیرون بیار باشه. خواهش میکنم بیارم بیرون. منو اینجا نگه ندار. بیار بیرون. هنوز دارم میلرزم. ممکن بود اونجا بمیرم. لطفاً آروم باش. درک میکنم که چه احساسی داری. خیلی خب پس خواهش میکنم ازت ولم کن. التماس چه میکنم. ول کردنی؟ من و تو با هم توافق کردیم.
میدونم ولی نمیتونم. خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم، نمیتونم. شارت میزنین به درد نخورا. ساکت داداش قدی. اما رو بفرست برن. خیر باشه. گفتم بفرست برن مرتیکه. باشه همتون برید بیرون. کجا بریم؟ تازه اومدیم گنج. زود باشید دیگه، زود باشید بجنبید. بریم. دایی تو هم همینطور زود باش، زود باش. اشرف نمرده. چی داری؟ اشرف نمرده. شنیدی چی گفتم؟ حالا میخوای چی کار کنی ها؟ تو کدوم سوراخ موش میخوای فرار کنی؟ فکر میکنی پیگیرت نمیشه، پیدات نمیکنه؟ اشرف با من چی کار میتونه بکنه؟ عزت، ظاهرا تو هنوز سر از قضیه در نیاوردی. فکر میکنی این مرد نمیدونه تو پشت این قضیه ای؟ اشرف خوبی برادر؟ ما رو ترسوندی بابا. خوبی؟ آروم گردان بگو داداشم اینجا بگو. یه دختری پیشم بود. فرستادیمش رفت. قربونت برم. بیشتر از این حرف نزن و خودتو خسته نکن. خوبه دیگه، تمام شد رفت. باقیش دیگه مهم نیست. بذاریم استراحت کنه. اشرف ببین کسایی که با تو این کارو کردن و پیدا میکنم و خرخرشون رو میجوام. بهت قول میدم زنده نمیذارمشون. هیچ کاری نمی کنی. باشه نمی کنم. بهتره بریم بیرون. اشرف استراحت کنه. تو استراحت کن باشه، یادت راحت. به فکر خواهرت باش. میخوای بیفته زندان؟ برای خواهرم هر کاری بخوای میکنم، ولی یه چیز دیگه بخوا. این آدما ببینن من با تو ارتباط دارم یه گلوله تو مخم خالی میکنن. آره خب برای همین نباید ببینن. اگه ببینن چی؟ نیسان ما بازی نمی کنیم. من نیستم باشه؟ نیستم بفهم نیستم. که نیستی. گیری اشرف فهمید تو برای من کار میکنی. کلاغا به گوشش رسونده. فکر میکنی چی میشه؟ حتی اگه دست خواهرتو بگیری و بری اون سر دنیام زندگی کنی، این آدمو پیدات میکنن دختر جون. موضوع من نیستم. دست از سر من بردار. من نمیتونم، میفهمی؟ نمیشه، نمیتونم. میشه. ما با هم یه توافقی کردیم، یادت نره. حالا پیاده شو. لعنت بهت. آخ رایه جون، حالا که پیدات کردم مگه میشه ولت کنم؟ اشرف اون احمقا رو پیدا میکنه و ازشون حرف میکشه. اونا هم اسم تو رو میدن. صبر کن حلش میکنی.
ببین به این نقاط تلخی پایان میدیم. تو برو با دوستات صحبت کن، خونبها فلان بهمان هر چی لازمه به اشرف و هر کی که تو این انجمنه $1,000,000 پول میدم، پول نقد. در عوض تمام بدهیایی که بهم داری رو پاک میکنه. باید میانجیگری کنی دیگه. چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ عقل از سرش برید. فوراً پیشنهاد پول داد. این قضیه بیخ پیدا میکنه. فکر کردی؟ عزت که نتونست، ولی باباش نصرت خان این کارو تموم میکنه. یعنی چی؟ اگه اشرف عزتو بکشه جنگ را میفته که در این صورت باید اشرفو با کاردک از رو زمین جمع کنیم. واقعا باید از تو ترسی؟ میگن دیوار موش داره، موشم گوش داره. چطوری پسرم؟ خوبم نگران نباش، هنوز بهتر میشم. یه سوال ازت دارم. تو چرا نرفتی بیمارستان؟ مامان حفیظه. بله. کی بهتر از تو میتونه ازم پرستاری خب کنه؟ این که درسته. گرسنت پسرم؟ اشتها ندارم. برم برات یه سوپ خوشمزه درست کنم. اونم سوپ مورد علاقه، سوپ ییلاقی با نعنای فراوون. نظرت چیه؟ این خوب میشه. میشه. عزیز دلم. مادر خودم. پسر خوشگلم، من برم آماده کنم. ببینم درد و سوزش داری؟ بهترم. راستی ماشین تو چه وضعیتیه؟ تعمیرگاهه. خوب میشه، نگران نباش. اون دختره چطوره؟ نیسان؟ اونم خوبه. فقط ترسید. خیلی هم ترسید. اشرف ببین، پشت این قضیه عزت خیانتکاره، بهت گفته باشم. بذارین حالش بهتر بشه، بعد در موردش صحبت کنیم. خیلی خب بابا، حالش خوبه دیگه. داداشم دیگه چقدر میخواد سر حال بشه؟ حالش عالیه. جانم اشرف، بی خبر از من کاری نکن. باشه داداش، هیچ کاری نمی کنیم. گردال بی خبر از من کاری نکنی باشه؟ مسلم خواهشان حواست باش کاری انجام نده ها. آقا اشرف مگه ممکنه؟ مگه میشه؟ گردال حواست باشه کلامون تو هم نره ها. باشه داداش، حله، چیزی نیست. خیلی خب بریم. اشرف تو هم یکم استراحت کن تا بعد بیاین. باید هرچه زودتر این عزت بیشرف رو پیدا کنیم. هرچه زودتر. آقا گردال بگو. داداش این آدم کشته رو پیدا کرد. جدی پسر؟ کی بودن؟ کجا؟ خیرالله کبابیو که میشناسی، خواهرزاده های کدوم خیرالله؟ همون که تو توزلا کبابی داره، اونو میگم. کثافت ها، اونم تو این قضیه دست داره. این بیشرف هم تو این قضیه دست داره. گردال منو نگاه، مبادا دیوونگی بکنی. اول باید اشرف خوب بشه. باشه؟ البته پسر، تو برو، دیوونگی در کار نیست. من با شما اینجا میمونم. قول دادم کاری نمی کنم. همه با هم اینجا میمونیم، در کمال آرامش منتظر میمونیم. افرا بیدار شو. افرا بلند شو. زود باش میریم. چی شده؟ باشو بریم. کجا بریم؟ فرودگاه. زود باش. چی؟ افرا جان چمدونتو جمع کن، زود باش بریم. چی داری جدی میگی؟ آره جدی میگم، زود باش. اون وقت تو چی؟ من نمیام، برای خودت چمدون ببند. زود باش.
آبجی من که ویزا ندارم. میدونم، برای همه میری مونتنگرو. بلیط هواپیما چی؟ خریدم. با چی خریدی؟ با کارت جرن خریدم، بهش پس میدم. آبجی تو چرا با هم نمیای هان؟ اول تو باید بری برای اینکه زندانی نشی. چیدم منو با تو تهدید میکنه. اگر منم بیام ممکنه آدمای اشرف بیان دنبالم، برای همین اول تو میری. دست چیدم هم هیچ آتویی نمیمونه. این قضیه تموم میشه. خب باشه. اگه تو رو بندازه زندان چی؟ بذار تو رو از این منجلاب نجات بدیم. با من هر کاری بخواد بکنه این خیالم نیست، ولی اینکه بخواد وارد مافیا بشم کور خونده. تو آماده ای؟ هرچی که لازم بود و برداشتم، کافیه دیگه. عجله کن، وقت نداریم، زود باش، درشو ببند. صبر کن، بیا. ولش کن. برو لباس بپوش. اصلا واسه چی مخفی میشید؟ من که نفهمیدم. شما نمیخواید آدم بشید ها؟ باز چه غلطی کردید اومدید سراغ من؟ چقدر باید از دست شما زجر بکشم حیوونا؟ دایی گفتیم که تو ترافیک با آدما دعوا خب قضیه بیخ پیدا کرد، فحش دادن اینا. بعدش این از ماشین پیاده شد، اونا هم اسلحه داشتن. خب مسلما ما هم بهشون شلیک کردیم. واسه این مخفی میشید؟ قضیه اینه؟ ببینم مگه شما کاسلیسی یه رو عزت رو نمی‌کردید ها؟ خیلی خوب، برید پیشمون، زود باشین. دایی پلیس همه جا داره دنبالمون میگرده. بذار یکی دو روز مخفی بشیم بعد میریم. ای خدا لعنتتون کنه ازگلا. یکی نیومد تو مختون شلیک کنه که ما هم راحت بشیم. چته های؟ سلام علیکم، روز همگی بخیر. میشه بگی چه خبره؟ خیرولا تویی؟ خب که چی؟ گویا تو 2 خواهرزاده داری که دنبال اونا میگردم. ببینم داداش، تو اصلا کی هستی؟ چی میخوای؟ دیوونه یا روانی؟ من دنبال خواهرزاده هات میگردم. اون وقت چرا؟ تا حالا اسم اشرف تکو شنیدی؟ آره که شنیدیم، دوستش داریم. دیشب خواهرزاده هات به کسی که دوستش داری شلیک کردن. راست میگه مارتیکا؟ دایی به خدا دروغ میگه. اینا همونان؟ راست میگه یا نه؟ گفتم راست میگه یا نه؟ دایی گفتم که داره دروغ میگه. مشخصه با یکی دیگه اشتباه گرفتن. اشتباه گرفتم آره؟ اینجا مگه توزلا نیست؟ مگه تو خیرالله نیستی؟ چرا خودمم؟ مگه اینجا رستوران نیست؟ او برای هست. پس این بچه هایی که میگفتم همینا. مارتیکا شما به کی رفتین؟ به کی رفتین آشغالای بیریشه؟ تیر زدن به اشرف دیگه چه کاریه؟ خدا لعنتتون کنه، آبرومو جلو همه بردین. یار خب آروم باش، مردم نگاه میکنن تو رستورانیم. حالا این کارو میکنیم، من خواهرزاده ها تو میگیرم و میرم و تو دیگه اونا رو نمیبینی. حالا هر حرفی داری باشون بزن. تو مخ هر دوشون شلیک کن، اینا آدم نمیشن. ولم کن. بی مصرف شنیدی دایی چی گفت؟ آره؟ با هم میریم. بیاین ببینم. بیاین تنلشون چقدر ولم کن. آبجی تو هم میای دیگه مگه نه؟ میام، نگران این قضیه نباش. اول از این ماجرا خلاص بشیم. آبجی اگه خلاص نشیم چی؟ اگه اون آدمو بفهمن برای پلیس کار میکنی اون وقت چی؟ بعد اینکه تو رو فرستادم میخوام برم پیش اشرف، همه چی رو واسش تعریف میکنم. میگم این بلاها سر خواهرم اومده، اون زن مجبورم کرده. به هر حال من که کاری نکردم، به کسی هم چیزی نگفتم. دنبالمون نمیاد، حتی شاید بخواد کمکمون کنه. آبجی این آدمایی که من دیدم اصلا رحم ندارن، چی کار کنیم؟ میگم چطور اصلا نری؟ اتفاقا من باید برم همه چیزو بهش بگم. از زبون یکی دیگه بشنوه دردسر میشه. بعدشم جون یارو نجات دادم، یه جورایی مدیون منه دیگه، یه کارش میکنم. چه میدونم، شاید بعدش بریم ایتالیا ها، همش حل میشه. این مای خانم سلام. نگران حال آقا اشرف شدم. جدی؟ خیلی خوشحال شدم. من میتونم یه دقیقه بیام ببینمش؟ خیلی خوب، باشه شما آدرس رو بفرستین. خیلی ممنونم. افرا تو این پول هست، فهمیدی؟ تو اینم کارت اعتباریه، از اینجا میتونی خرج کنی. من هزینه‌شو میدم، نگران نباش. اینم هتله. برات یه اتاق گرفتم، هتل خوبی نیست ولی دیگه مدارا کن. باشه برو
بده من. نه بدش من. میشه کمک کنید چمدون رو جابجا کنیم؟ اولین باریه که از هم جدا میشیم. چیکار کنیم؟ مجبوریم افرا. مراقب خودت باشه. تو باید مراقب خودت باشی. گریه نکن. این روزها هم میگذره. گریه نکن. آبجینا همش تقصیر منه. خیلی دلم برات تنگ میشه. همش فکرم پیش توه. میام پیشت، نگران نباش. تو خیلی مراقب خودت باش. با هیچ کس هم صحبت نکن. حواست به خورد و خوراکت باشه. باشه. وقتی رسیدی زنگ بزن. باشه آبجی جون. برو. آبجی من خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. نگهدار. آبجی تو همه چیز منی. هرگز اجازه نمیدم بهت آسیبی برسه. شنیدی؟ این روزها هم میگذره. باز دوباره کنار هم میمونیم. تو فقط مراقب خودت باش. آبجی بهم قول بده که میای. باشه قول میدم. میام. برو دیرت میشه. آبجی تو رو خدا منو ببخش. از این حرفو نزن. ما این موضوع فراموش کردیم. فهمیدی؟ تموم شد. مراقب خودت باش. می‌نویسیمیه. دکتر گفته راه برو. الو. چی؟ خب باشه بهش میگم. باز چی شده؟ گردال اون یاروهایی که به شلیک کردن رو پیدا کرده. مگه من نگفتم کاری انجام ندین؟ گفتی، ولی مگه اون آروم میگیره؟ نمیگیره که. مرده که ربانی با ماشین رفته تو رستورانشون. را بیفتیم دیگه مردی که میخوان شمارم دم در بکشم. برای تو ببینم تنلشو تکون بخور. خیلی خوب داریم میان دیگه. تکون بخور. باشه بابا. متشکرم عشقم. بیایید. اینو هستن. خوش آمدی گردال. خوش باشی اشرفم. مگه من بهت نگفته بودم کاری نکن و آروم یه جا بشین؟ طاقت نیاوردم دیگه. نتونستم. طاقت نیاوردی. باید طاقت بیاری گردال. شنیدی؟ باید طاقت بیاری. تو باید از من تبعیت کنی گردال. حالت خوبه؟ بیا یکم راه بریم. بریم استخر. ممنونم. روز بخیر. سلام. بفرم. اومدم آقا اشرف رو ببینم. نیسان خانم درسته؟ بله خودمم. ایرماک خانم هماهنگ کرده بود. بفرمید. همین مسیر رو برید جلو میبینید. ممنون. تو این مسلک کجا دیده شده که به مردی که کنارش بچه یا دختر یا خانوم ها هستن شلیک کنن؟ مرتیکه ها. یه جوون میره جلوی دشمنش رو پیشونیش اسلحه میذاره، بعد ماشه رو میکشه. اینطوری ناجوون مردانه تعقیب نمیکنه و تو تله نمیندازه. برید خدا رو شکر کنید بلایی سر دختره نیامده.
وگرنه میدونستم باهاتون چی کار کنم. نسلتون رو خشک میکردم. حالا بگید کی شما را اجیر کرده؟ هیچ کس. خودمون دوتا این کار کردیم. بفرما دخترم. روزتون بخیر. من میخواستم آقا اشرف رو ببینم. نیسانم. خبر داره؟ باید خبر داشته باشه. به ایرماک خانم گفته بودم. یکم ناخوش احواله. بله میدونم. وقتی اون اتفاق افتاد ما با هم بودیم. جدی؟ انشالله دستشون بشکنه. بیا تو دخترم. برو داخل بشین، من خبر بدم. برو بشین، خواهش میکنم. باشه ممنون. من یه سوالو دوبار نمیپرسم. عزت بهمون گفت. گفتم دیگه ولم کنید برم. نه داداش اشرف همیشه شیفته آدمای دل رحم بود. اینجور وقتا فکر میکرد از رویا دور میشه. خودشو شبیه مردی میدونست که توی باطلاقه و هر چی دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. وقتی دوباره با رویا روبرو میشد میخواست بهش چی بگه. وقتی رویا میفهمید که اون دستش به قتل آلوده است میخواست چی کار کنه. به ملکه من، خوش اومدی. خیر باشه، چیزی شده؟ اشرف مهمون داری. مهمون؟ یه دختر اسمش نیسانه. چه خوب. بگو منتظر باشه. خیلی خوب، با توجه به اینکه کار اینا ساخته شد حالا نوبت عزته. اشرف هم مگه نه؟ چرا اینطوری بهم نگاه میکنی؟ مگه مقصر منم اشرف؟ چی کار میکردم؟ میذاشتم همینطوری راست راست واسه خودشو بگردن آقه. بابا اشرف، مخصوص رضای خدا روتو از من بر نگردون. گیر نده. به اندازه کافی خسته است. مستم چه خستگی؟ حالا من مقصر شدم؟ آره خب میخواستی حرف گوش کنی. ای بابا اشرف اینطوری نکن. گردن میگم چطوره که بیخیال بشی؟ اینا رو بلند کنید. سلام. خوش اومدی. ممنونم. حالتون خوبه؟ خوبم. من به این چیزا عادت دارم و اولین بارم نیست که سرم میاد. لطفاً بشین. ممنونم. نوشیدنی میخوری؟ نه ممنون. در اصل من باید میومدم دیدنت. چرا؟ جونمو نجات دادی. ولی شما به خاطر من تیر خوردید. انگار این ماجرا به خاطر من پیش اومد. البته اگه همون آدما بوده باشن نمیدونم. اگه مهمه میتونی جواب بدی. نه. تونستین پیداشون کنید ها؟ پیداشون کردیم. چی شد؟ آدم نباید سوالاتی که از جوابشون خوشش نمیاد و بپرسه. پس یه سوال دیگه ازتون بپرسم. حتما. رویا کیه؟
آره تو ماشین وقتی بیهوش بودین زیر لب گفتین. حتما هزیون گفتم. من در اصل اومده بودم در مورد خودم یه چیزی بگم. یه چیزی هست که باید بهتون بگم. گوش میدم. نمیدونم چطوری بگم. اینم نمیدونم که چی کار میکنید و چه عکس العملی نشون میدید. کنجکاو شدم. من یه خواهر دارم اسمش افراست. تنها قوم و خویشی هست که تو زندگیم دارم، جز اون کسی رو ندارم. فکر کنم ببخشید فوریه، میتونم جواب بدم؟ حتما. سری برمیگردم، ببخشید. چیه؟ تو فکر میکنی من یه احمقم؟ تو چی میگی؟ ببین گوشیو به کی میدم. آبجی منو گرفتن. لعنتی. شنیدی؟ میدونم رفتی خونه اشرف. اگه به اشرف یک کلمه حرف بزنی از این به بعد خواهرتو تو ملاقاتی یه زندان میبینی. چطوره؟ آدما قاتلن. میدونم. تو هم حاله که فهمیدی تصمیم بگی به خاطر خواهرت. لوکیشن میفرستم. من باید فوراً برم، شرمنده. خیره چیزی شده؟ خواهرم افرا مریض بود، حالش بد شده، برای همین باید. اگه چیزی لازم دارین بچه‌ها کمک میکنن. خیلی ممنونم، من بعدا باهاتون صحبت میکنم. هر وقت کاری داشتی میتونی رو کمکم حساب کنی. ممنون. افرا کجاست؟ تو چی کار میکنی؟ ولم کن. نبینم دیگه بخوای بهم کلک بزنی. افرا کجاست؟ اگه یه اشتباه دیگه ازت سر بزنه هم تو رو هم خواهرتو پشیمون میکنم. فهمیدی؟ اصر میام پیش تو نقشه مسیرمون رو مشخص کنی. آبجی خوبی؟ ترسیده بودی؟ خوبم آبجی، ولی موفق نشدیم. کاریش نمیشه کرد، باید تحمل کنیم. جناب کمیسر، یه مشکل دیگه داریم. ماجرای جواهر، پسری که افرا کشت. چی شده؟ شعبه جنایی پرونده رو گرفته، داره روش تحقیق میکنه. یه وقت توی دردسر نیفتیم. هیچی نمیشه، به علاوه چیزی هم بشه برای من بد میشه، نه تو. کمیسر خواهش میکنم خیال نکنید که من نمیفهمم. چی رو میفهمی احمد؟ برای گیر انداختن اشرف این دختره رو فرستادید بینشون. من همه چی رو میبینم. کمیسر میکشمت. چی رو میبینی آوازی؟ همینه که هست. یک کلمه حرف نمیزنی، خصوصا به اون یارو سردار. حواست باشه، پشیمونت میکنم. باشه
را بیفت، کار داری. دیوونه رو ببین، لباسم پوشیده. کجا میری پسرم؟ باید یه سر برم پیش بابا یعقوب. پسرم همین دیشب تا پای مرگ رفتی. اون دیروز بود مادر، امروز هم امروزه. عزیز دلم تنها نرو. بچه ها کجان؟ با بچه ها کاری ندارم، تنها میرم. این همه سوپ درست کردم. بیا یه قاشق هم میخورم. قربونت برم. نوش جونت. بیاته. بشین. ممنونم. به هم گفتی که صرفاً برای اینکه از اشرف انتقام بگیری نیسانو پیشش نفوذ میدی. کمیسر، باز عصبانی میشید ولی خودتون، من، نیسان، خواهرش، همه رو تو دل آتیش میندازم نه؟ عاطف تو میدونی اون دختر کیه؟ کیه؟ خیلی دختر مهمیه. رویا. اشرف سال هاست دنبال اون دختره. از دوران بچگیش عاشقشه. به خاطر اون بود که قاتل شد. اشرف به خاطر اون دختر زندگیشو تباه کرد. اگه اینطوری بود اشرف میشناختش. نمیتونه بشناسه. چرا نمیتونه؟ فقط یه نشونه داره. اونم یه خالیه که روی گردن دختر است. از اونجا میشناسدش، ولی دختر سال قبل اون خالو برداشته. برای همین نمیتونی بشناسدش. ولی من شناختم. جناب کمیسر، باید از شما ترسید. بایدم بترسی. دیگه خیلی بهمون خوش میگذره. خیلی خوش میگذره. وقتی اشرف بفهمه دختری که سالها دنبالش میگشته یه جاسوسه که برای پلیس کار میکنه. نمیدونم وقتی بفهمه تو مخ خودش شلیک میکنه یا تو مخ دختره. بی صبرانه منتظرم. داداش اینجا چی کار میکنی؟ بچه ها گفتن که اینجایی. دلم گرفته همینطوری بایستادم. چی شده؟ اشرف ازم رو برمیگردونه. خب تو هم حقت بود، قبول کن. چرا حقم بود دختر؟ ای بابا، چون نمیتونم آروم بگیرم؟ من نمیتونم، نمیفهمی؟ من دیوونه هم دختر. همینطوری هم دوست داریم. داداشتو دوست داری نه؟ خب معلومه که قابل تحمل نیستی، ولی از سر اجبار دوست داریم. آفرین به تو. من فکر کنم همه زنای دنیا باید دوست داشته باشن. ایرمان یه چیزی بگو راهنماییم کن. من چی کار کنم؟ حالا اشرف 1 ماهه که با هم حرف نمیزنه. ول کن بابا، اونم دلش نمیاد، انگار نمیدونی. گاهی مثل بچه ها میشیم. آخه چه بچه ای دختر؟ بین ما یکی هست که بدون بچگی یعنی چی آخه؟ نه نیست.
ای وای، من باید برم. به دریا قول دادم میخوام ببرمش رستوران ایتالیایی. منم یکم بعد میرم. باشه، مراقب خودت باش. سلام علیکم. علیکم سلام. بابا؟ بلا به دور باشه پسر. ممنونم بابا جان. خب بریم سر سفره. داداش اشرف، بلا به دور. قربانتون. بلا به دور. ممنونم برادر. بلا به دور. ممنون داداش. بفرمایید، بسم الله. خب نظرتون چیه؟ بگید ببینم. واسه اینکه توافق کنیم به همون یه پیشنهادی دادن برای هر نفر $1,000,000. خون بهاست. من واسه اینکه ذهنتون به هم نریزه کنار میکشم. تصمیم با شماست. خون بها نداره، تاوان داره. ما خون فروشی نداریم. مجازاتش کنیم. به درک جنگ بالا میگیره. مالم، جونم، خونم، هر چی دارم و ندارم فدای یتیما. اینطوری جنگ بالا میگیره. همه صدمه میبینن. وقتی خودشون متوجه اشتباهشون شدن نباید کشش داد. منم میگم صلح کنیم. بعدش حتما تاوان لازم پس گرفته میشه. وضعیت من فرق داره بابا. من با اون آدما کار میکنم، اما هرچی باشه اشرف داداشمه. به نظرم بهتره اون طول سگو پیدا کنیم و به درک واصل کنیم. اگه اشرف بگه این کارو نمیکنه من انجامش میدم. خیلی خوب. وضعیت برابره. تو این وضعیت اشرف هر چی تو بگی همون میشه. خون توه، حرفم حرف توه. اختیار داری بابا جان. هرچی تو بگی همون میشه. همچین چیزی نمیشه. تو تصمیم میگیری، ما هم ازت تبعیت میکنیم. رسم ما همیشه همین بوده. به نظرم کشش ندیم. ولی پولش هم نمیخوام. منم نمیخوام. پس هرچی که خیر و صلاحه. بفرمایید. چیده؟ قربان بیا. قربان خیلی زود شروع به کار کردی. همینطوره. یکم معتاد به کارم، طاقت نیاوردم. بشین. بازم تبریک میگم. یه شایعاتی شنیدم. به اشرف تیر زدن. همون که عضو یتیماست حقیقت داره؟ بله حقیقت داره قربان. چی شده؟ جزئیاتش رو میدونید؟ ما هم چیز زیادی نمیدونیم، از همه مخفی کردن. شما از کی خبر گرفتید؟
یه سری آدم داشتن رد می شدن، صحنه رو دیدن و به کلانتری زنگ زدن. اشرف یه ماشین قدیمی داره، رنگش باهاش همخوری داشت. البته تو هیچ دوربین امنیتی هم دیده نشده. کار کی بوده؟ نمیدونیم قربان. اشرف رو خبر کنید. باید بیاد اینجا بشینه. مثل قبل نمیتونه هر طور دلش میخواد اسب بتازونه. یعنی چی؟ متوجه نمیشم. چرا؟ چون اشرف حرف نمیزنه، حتی اگه بدون کار کیه هیچی نمیگه قربان. دیگه من هستم. بیاد آشنا بشیم. حتما. با اجازتون. قدیر. عزت خان کجایی؟ خونم. باید صحبت کنیم. باشه صحبت کنی، بفرما، منتظرم. باشه الان میام. باشه فعلا. تنهایی؟ آره، خواهرم رفته خونه همسایه. لطفاً کفشتون رو در بیارید. گلچین دانلود. ببین، همونطور که میخواستی استخدام شدم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید یه سری اطلاعات بهم بدی. در مورد چی؟ همه چی. همه چی یعنی چی؟ همه چی. مثلا اشرف یه کافه مخفی داره، میتونی با همین شروع کنی. به نظرم شروع خوبیه. چطوری باید این کارو بکنم؟ نمیتونم نیسان جون، این دیگه مشکل توه. یه فکری براش بکن. ببین، من اونجا فقط آهنگ میخونم، باشه؟ یعنی در این حد بهشون نزدیک نیستم. برای همین من وقتی اون آدمو میبینم خیلی مضطرب میشم. حتما متوجه میشه. نمیفهمه. نباید بفهمه. بازی که نمی کنی. اگه بفهمن حتی جسدت هم نمیتونم پیدا کنم. لطفاً اینو بفهم. خیلی بهم جرأت میدی، ممنونم ازت. بگذاری. بگو ببینم شما کجا رفتی؟ جایی نرفتیم، تو راه با هم روبرو شدیم. پرسید کجا میری؟ منم برای اینکه منو نرسونه یه جای الکی گفتم زکریا کوی. نگو سر راهش بوده. عجیبه. چی عجیبه؟ اشرف حالت عادی از این کارو نمیکنه. میدونی در اصل چی عجیبه؟ اینکه این آدمو انقدر خوب میشناسی. رویا کیه؟ میشناسیش؟ چی؟ رویا وقتی بیهوش بود اسمشو میگفت. تا حالا نشنیدم. دیگه اینجا نیا، باشه؟ اینجا یه محله کوچیکه. اگه بفهمن تو پلیسی من نمیتونم کاری بکنم. باشه دیگه نمیام. اگه نیاز باشه تو رو با یکی دوتا از همکارای حرفه‌ایمون آشنا میکنم. باشه تا ببینم چی میشه. اشرف اینجاست. چی؟ اینجا، برو اینجا. آقا اشرف، شما اینجا چی کار میکنید؟ امیدوارم مزاحم نشده باشم. نه اختیار دارین. این چیه؟ باز کن. دوبله شده در استودیو سکوت. شال گردن؟ میتونم بپرسم چرا شال گردن خریدی؟ به خاطر اینکه اون شب شال گردنت خونی شده بود. برای تشکره. تشکر برای چی؟ برای اینکه جونمو نجات دادی. اگه تو نبودی مرده بودم.
این چه حرفیه؟ خواهش میکنم. به خاطر این زحمت کشیدید تا اینجا اومدین. وظیفه بود. سر پا موندید. میخوایم بیاین تو؟ پخش از مایاوا. میشه خواهش کنم کفشاتون رو در بیارین؟ بله حتما. ببخشید اینجا خیلی مناسب شأن شما نیست. بفرمایید اینجا. بفرمایید بشینید. وقتی اومدی پیشم انگار میخواستی یه چیز مهمی بهم بگی. در اصل برای اون کنجکاو شدم اومدم. یکم دستم تنگ بود. هم برای عیادتتون اومده بودم، هم میخواستم بپرسم که آیا میتونید کمکم کنید، ولی دیدم بد موقعیه، به خاطر همین رفتم. هر چی لازم باشه حل میکنی. ممنون. چیزی میخوری؟ آنتیبیوتیک. چطور؟ الان وقت دارومه. میشه لطفاً آب بیارید؟ حتما الان میارم. اینم از آب. براتون دمپاییم آوردم. چی شده؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست. ممنونم. امیدوارم زودتر خوب شید. آره خب خونه یکم قدیمیه. نه به نظرم خیلی هم قشنگه. صابخونه میخواد منو بیرون کنه، ولی ببینیم چی میشه. جدی؟ افرا، حتما افرا اومده. الان میام. سلام عمو محرم. اتفاقا الان ذکر خیرتون بود. من خونمو فروختم دخترم. اومدم اینو بگم. چی؟ وقت ندارم که با اجاره و اینا سر کله بزنم. فروختم رفت. یه پیمانکار ازم خرید و میخواد کل اینجا رو خراب کنه و دوباره بسازه. اینو گفتم که به فکر جابجایی باشی. شبت بخیر. شب خوش. زندگی ما هم اینجوریه دیگه آقا اشرف. اشرف خالی هم کافیه. خب از اونجایی که رئیسم هستین گفتم که اون برای قبل این بود که جونمو نجات دادی. من با اجازت برم. حتما. نگران مسئله پولم نباش، حلش میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. راستی خواهرت چطوره؟ گفته بودی مریضه. خوبه. هر از گاهی بهش حمله عصبی دست میده ولی خوبه. بلا بدون. ممنون. به چیزی نیاز داشتید به هم زنگ بزن. خیلی لطف میکنید. شب خوش. شب شما هم بخیر.
آفرین دختر، خیلی عالی بود. یه لحظه فکر کردم میخوام قش کنم. به نظرم این مرد ازت خوشش اومده. چی؟ به نظر من که اینطوریه. به من بگو اشرف شال گردن میاره. نه بابا خدا نکنه. این مرد اینطوری که به نظر میاد نیست، کلا روانیه. نیسان جون که همونطوریه که به نظر میاد، اما این میتونه به دردمون بخوره. چه میدونه، از عقل تو، از زیباییت استفاده کن، از راه به درش کن. به نظرم که میتونی. متوجه نمیشم، تو منو مسخره میکنی؟ خیلی کاملا جدیه. مگه تو همش ازم نمیپرسیدی که چی کار کنم؟ میام مرترین راه همینه. باید اشرف و عاشق خودت بکنی. پیدا کردن رویا برای داداش اشرف هدف اصلی زندگیش بود. گاهی زنی که توی خیابون میدید، گاهی بازیگری که توی سریال بازی میکرد، همه رو به اون تشبیه میکرد. دوست داشت با حس این که هر روز به رویا نزدیکتر میشه به خودش دلداری بده. وایسا. وقتی بحث رویا باشه کل دنیا میتونن دستش بندازن. دوستاش میتونستن ازش انتقاد کنن. داداش اشرف به این چیزا اهمیت نمیداد. در واقع دیدگاه داداش اشرف این بود که اگه یه آدم به روزی نیفتاده باشه که مسخرش کنن، اصلا عاشق نیست و رسوایی و بدنامی از نشونه های عشق. خوش اومدی. ایشالا که خوش خبر باشی. بفرما. اینا دیگه چیه؟ خیر باشه. بچه ها از شهرستان محض احتیاط اومدن. اگه گرسنته بگم غذا بیارم. زیاد نمیمونم. اعضای انجمن ما پیشنهادتو قبول کردن. خوبه. ولی تو فعلا یه مدت آفتابی نشو. یه وقت با اشرف روبرو نشی آقا تلخی پیش بیاد، میفهمی که؟ مگه میشه همچین چیزی دیگه؟ چه اوقات تلخی ها؟ ما میگم چطوره برم عیادتش ها؟ نه بابا، اصلا میخوای تو هتلش مستقر شو. این ایده بهتریه. عزت خان دیوونه شدی؟ این حرکتت کار اشرف رو تموم میکنه. تو این مسلک مسخره خاصه هم میشه. نمیتونه وارد اجتماع بشه. اینجوری هست؟ انقدر دیگه زیاده رویه. اون برادر منه. به هر حال برادرمه. این قضیه رو فراموش کن. به حرف من گوش کن. حالا که کارو حل کردیم یه چند روز آفتابی نشو. باشه نترس. من دیگه رفتم عزت زیا. حالا یه چیزی میخوردی؟ نوش جان، یه وقت دیگه. چی میگه؟ این گاو زیاد زنده نمیمونه. تهش کاری میکنه اشرف بکشتش. خدا کنه بعدش همگی با هم پایان اشرف رو تماشا میکنیم. حالا صبر کن، شیرش کردم ببینیم چی کار میکنه. باشه، شما سفارشاتو بررسی کنین تا حد اکثر فردا به دستمون برسن. یکی از ماشینای لباسشویی هم خراب شده. فوراً بیان تعمیرش کنن. خب بروی چشم.
متشکرم. داداش مسلم، من میرم. اشرف خونه است؟ اشرف با بچه ها بیرون رفته. گردالم پیداش نیست. جای اون معلومه، من میدونم کجاست. که اینطور اون کجاست؟ این چیه؟ خیر باشه بچه ها. پادشاه وارد هتلمون شده و ما هنوز نمیدونیم. کی؟ بهت میگم این چیه؟ این تخت پادشاهی. از که اینطور؟ خوش اومدی. بگیر این که آدم انقدر پولدار باشه انقدر خوبه. بفرمایید. فرمودیم. من عزتم، به میگن عزت خان، مهمون ویژه اشرف خانم. ما از همچین چیزی خبر نداریم. امکان نداره، مگه اینجا هتل نیست؟ به خدا دلخور میشم ها. هر چقدر پول بدی آش میخوری. نه نیست. برید بیرون. عجبا بابا، مگه پولی نیست؟ آقای محترم، متاسفانه اتاق خالی نداریم. بله. اشرف کجایی؟ عزت اینجاست. گیر داده میخوام تو هتل بمونم. سویت ویژه رو میخواد. مسلم و فاروق هم اینجا. بلبشو به پا میشه. شلوغش نکنید. سویت ویژه رو بهش بدید و به خوبی ازش پذیرایی کنید. چیزی کم و کس نداشته باشه. خب چی؟ اشرف اصلا متوجهی چی میگی؟ کاریه که گفتم انجام بده. باشه، هر جور تو بخوای. خواهش میکنم از اینجا برید. وای، خواهش میکنی؟ یادت را بگی لطفا. به خدا دلخور میشم ها. چه میگه برادر من؟ بسه. آروم پسر، آروم باشی. آقا عزت، از اینکه از شما تو هتلمون پذیرایی کنیم مفتخر میشیم. من به دوستان خبر دادم، الان اتاقتون رو آماده میکنن. آقا اشرف دستور دادن تا به بهترین شکل ازتون پذیرایی بشه. آها، همینه. این دلار لامصب مثل سحر و جادو، به خدا قسم. ببین یهویی چطوری اتاق خالی پیدا شد؟ خب تا اتاق آماده بشه یه چیزی میخوریم اینجا. بیاین پسرا بیاین. الان کی بالا بیارم؟ به خدا بالا میارم. تو با اشرف صحبت کردی؟ گفت بهترین پذیرایی ازش انجام بشه. یه چیزی به هم میگه که واسه این جور اتفاقای بدی میفته. نفهمیدم، ولی حواستون به اینا باشه تو رو خدا. مزاحم مشتریا نشن. نگران نباش. متوجه شدی؟ باشه. وای 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 وای، عجب آهنگی. بزن که خوب می نوازی. آفرین، بزن. به 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 به، دستت درد نکنه. عجب غذایی. همش عالیه، خیلی خوبه. شب تازه داره شروع میشه. همه چی خوبه. خوش اومدید آقا. سلام. ممنونم خانمای محترم. گردال بزرگ هستم، رزرو کرده بودم. بله، همکارم راهنماییتون میکنن. بفرمایید. آخ اینجا خیلی قشنگه. آره واقعا خیلی قشنگه. بیا عشقم بیا. پالتو تو به من بده. متشکرم. خواهش میکنم. خب ممنونم، زحمت کشیدین. چی بخوریم ها؟ نمیدونم، ببینیم ها. دریا، بعد شام بریم خونه تو دیگه. بریم خونه ما چیکار کنیم؟ چیکار کنیم یعنی چی؟ تخت نرد بازی میکنیم؟ بازی سنتیمونو بازی میکنیم؟ نمیشه یکم از این لحظه لذت ببری؟ لذت میبرم، آره لذت میبرم. خیلی انگار به زور اومدی. دست مریزات به زور اومدن یعنی چی؟
چی شده؟ اتفاقی افتاد؟ یه چیزی شده. این کارو میکنیم. ببین سریع از اینجا میریم. خوشگله باشه. بلند شو. تازه اومدیم. کجا؟ میدونم تازه اومدیم. تو رو خدا بلند شو. اینجا یه یارویی هست که قبلا باهاش دشمنی داشتم. اگه منو ببینه داستان درست میکنه. بحثمون میشه و دعوا میشه. چرا نگو. داریا چرا نمیگم مسئله جدیه. بفهم دیگه. میزنیم همدیگه رو میکشیم و بلند شو. گردال فوقش میخوایم یه ماکارونی بخوریم. ماکارونی بخوریم؟ باشه. تو ماکارونی تو سفارش بده من برم این یارو رو بکشم. بابا. تو رو خدا بیا قربونت برم. قول میدم دوباره بیارمت اینجا. خدا لعنتم کنه اگه دروغ بگم. چشمم روشن. چی شده؟ دریا خوب به حرفم گوش بده. هر کاری میگم بکن. باشه؟ گوش بده. برو پایین به بچه‌ها بگو گردال منو فرستاده. برو پایین به بچه‌ها بگو منو ببرن خونه. برو پایین به بچه‌ها بگو منو ببرن خونه. بچه‌ها تو رو میبرن خونه. خب کیفتم بردار. بیا. چی بگم؟ دیگه برو دیگه. برو. اصلا تغییر نکرد. ممنونم. خیلی خوب شد همو دیدیم. خوب شد که زنگ زدی. منم تو خونه حسابی حوصله‌ام سر رفته بود. میگم برای پیش غذا یه چیزی سفارش بدید. من یه سفارش خوب دارم. میخوای بهتون بگم؟ گردال عشقم. گنجه خانم لطفا بشین. بشین گفتم بشین. این کیه؟ خب راستش من و گنجه دوستای قدیمی هستیم. مگه من با تو حرف میزنم مرتی که چی آقا زشته. درست صحبت کن. محمد دوست قدیمی منه. دوست دوران دبیرستانمه. خواهش میکنم. از دوران دبیرستان؟ خب زودتر بگو دیگه. از دوران دبیرستان حل دیگه. وقتی که از دوران دبیرستان باشه مشکلی نیست. ببینید آقای محترم ما واقعا فقط با هم دوستیم. ببین این که یه مرد و زن فقط دوست باشن کجا دیده شده؟ مرتی که یه دیلاق. درست صحبت کنید آقای محترم. خب بابا آقا چی کار داری میکنی؟ بشینید لطفا. آروم باشین. یه مسئله خانوادگی خیلی زود حل میشه. ببین منو ببین. رابطم باهات تموم شد. فهمیدی؟ تموم شد. گردال میشه گوش بدی؟ اونطوری که فکر میکنی نیست. چه دوستی؟ با این مرتی که نشستی تو منای آمون وقت بگی دوستی باره بابا. گردال حالت خوبه؟ دوست پسرم معذرت میخوام. گردال گردال میشه گوش بدی؟ گردال اونطوری که فکر میکنی نیست. ببین عشقم. ببین کسی بود که سالها ندیده بودمش. از فضای مجازی به هم پیام داد گفت قرار بذاریم شام بخوریم. منم حوصلم سر رفته بود. یعنی چی این مزخرفات چیه؟ یه بار هستی یه بار نیستی. منم زندگی خودمو دارم. باید تا آخر منتظر تو بمونم. گناه ندارم. بهت زنگ میزنم نمیدونم میگی توی جلسم کار دارم. من چی کار گنجا کنم؟ تو اول که منو شناختی نمیدونستی من کیم؟ میدونستم. پس چیه؟ این بهانه‌گیری برای چیه؟ دختر تو اونجا به هم خیانت کردی. فهمیدی؟ به هم خیانت کردی. دیگه چی؟ چرا نگو. چه خیانتی؟ گوش کن. من وقتی عاشق میشم مثل یه مرد عاشق میشم. من وقتی عاشق میشم واقعا عاشق میشم. دوست جدید و قدیم سرم نمیشه. حتی مگه اصلا نرم نباید نزدیک بشه بهت. ببین به من دست نزن. دستت هم بکش. ببین دیگه تموم شد. میخوای دوستتو ببینی با هر کی میخوای صحبت کن. میدونی چرا گنجا؟ چون بین من و تو دیگه رابطه ای نیست. تموم شد. برم کن. دستتو بکش. به من دیگه زنگ نزن. کجا داری میری؟ تو سر قصر در رفتی. اگه موچتو میگیره خاندان تو به باد میداد. آره وای گردال. یعنی گریه میکنه؟ آره داره گریه میکنه. تاکسی واقعا داره گریه میکنه. بذار برگرده. نه بابا بی سوار شو برو مرتی که بیا سوار شو برو دیگه. برو بابا جون برو.
بانک بهم وام نمیده. آخه چرا باید به تو وام بدن؟ راست میگه دیگه. نیسان داره میاد. میدونم الان باز قضیه هتل رو پیش میکشه. مبادا قبول کنید ما تو این کار نیستیم. قبوله؟ فهمیدین؟ تمام؟ من که اصلا من نیستم گفته باشه. خیلی خوب، خوبه. حله. سلام. نیسان اصرار نکن، ما نیستیم. وای خدا، پولا رو ببین. پیش پرداخت گرفتم. من که هستم. دختر اینطوری بهم نگاه نکن. اگه تیرم بخورم به درک. فقط جون ما که برامون عزیز نیست. من با این پول رقص حالایی میکنم، لرکه لرکه میخونم. تو چی میگی داداش؟ نظرت چیه؟ منم همینطور. اسم منم بنویس، منم هستم. واقعا خدا لعنتتون کنه. خیلی گروه ما رو میخوان. باشه چی بگم؟ قبوله. خوبه. پس اگه همه موافق هستین امروز شروع میکنیم. بعد از ظهر میریم. باید تمرین کنیم. حالا در مورد اینکه کدوم آهنگارم انتخاب کنیم و چیکار کنیم با هم دیگه صحبت میکنیم. باشه. خیلی خوب، حله. باشه صحبت میکنیم. طوری نیست، حلش میکنیم. اصلا نگران نباشید. آره با آهنگای آروم شروع میکنیم، بعد کم کم شادش میکنیم. عجب شوخی میکنی پروفسور. یعنی تو هتل ماست؟ آره، تو سویت ویژه هم مستقر شده. اشرف چیزی نگفت؟ گفت کاریش نداشته باشید. دیگه چی واقعا؟ حتما یه فکری تو سرشه، نمیدونم. چه خبره اونجا؟ اشرفم بیدار شدی؟ چطوری؟ بهتری؟ آره خوبه. ببینم درد و سوزش که نداری؟ نه حالم خوبه. اشرفم میدونم ازم عصبانی شدی، ولی وقتی گفتن اشرف تیر خورده پسر خون به مغزم نرسید. میفهمی؟ اشرف که ما جز هم دیگه کیو داریم آخه ها؟ بهت گفتم نکن گردال. باشه میدونم حرفتو زیر پا گذاشتم. ازت معذرت میخوام. اگه یه بار دیگه حرفتو زیر پا گذاشتم بزنم سینه دیوار تمومم کن. این خط و این نشون قسم میخورم دیگه تکرار نمیشه. تو همه کس منی. همیشه همینطوری بمان. نوکرتم داداش. به به، صبح عالی متعالی. متعالی باشی با ادب جمع. خوبی داداشم؟ آره بهتر. ای بابا، باز سیمید خریدی؟ هر روز صبح میخوری خسته نمیشی؟ تازه هر صبح هم میری مسجد یه نماز هم بخون. گردال باز شروع نکن، وراجی هم نکن. رفتی بابا تو ببینی؟ گردال خب میدونی داداش، واقعا یکم عجیبه. داداش وضو میگیره. آره وضو میگیره. خب حداقل نمازم یه بخون. مسلمون بدون وضو پا روی زمین نمیذاره. هرچند تو میذاری از اونجایی که نصف عمرتو ناپاک گذروندی. ای بابا چرا باید ناپاک گذرونده باشم؟ همچین چیزی نیست. دروغ میگم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. بهتری؟ خوبم. متاسفانه خبرهای بدی براتون دارم. چی شده؟ باید بریم اداره آگاهی. ماجرا رو فهمیدم، باید اظهاریه بدیم. دختر ما به این کار عادت داریم، کاریه که همیشه انجام میدیم. باز میریم میگیم که ما ندیدیم. دقیقاً اسمش چی بود اون یارو؟ 3 تفنگ داره. داداش جون 3 میمون نباشه. میمون خودتی عزیزم. راستی باید بگم که 3 تفنگ داره در اصل 4 بودن. باشه پروفسور، ما هم 4 نفریم دیگه. درسته. بله. یه رئیس جدید برای آگاهی اومده. میگن درد سرسازه، در موردش تحقیق میکنم. احتمالاً کار اونه. بیا اینو بگیر. من نمیخورم. خوش اومدید آقا اشرف. خوش باشید. دوستان بمونن؟ شما بفرمایید. ما منتظریم اشرف. رئیس یکم بد میاد. تیر خوردی؟
کی دست بر می‌داری؟ از چی؟ از اینکه دنبالم میکنی؟ دیدن اینکه نفس میکشی اذیتم میکنه. جایی تو پشت میله های زندان اشرف. مردی مثل من ترجیح میده بمیره ولی زندان نره. میدونی که اونم میشه. برای من فرقی نداره. یه چیزی رو بدون، اگه الان زنده ای به خاطر اینکه من اجازه دادم. که اینطور حالا باید ازت تشکر کنم. حس وفاداری چی شد؟ وفاداری و از قاتل بی‌وجدانی مثل تو یاد نمیگیرم. این تقصیر من نیست که عاشق مرد اشتباهی شدی. رویا چی شد؟ تونستی پیداش کنی؟ به زودی. به زودی. 3 سال قبلم همینو میگفتی. امیدوارم یه جایی بد پیداش کنی. خب یکم بعد میام. بشینید بفرمایید. پس اون اشرفتک معروف که میگن تویی؟ من یه مدیرم که سرم تو کار خودمه آقای رئیس. این کلک مدیرم اینا رو میدونیم. میدونی من چرا گفتم بیای اینجا؟ منم کنجکاوم بدونم چرا گفتید بیام اینجا. اشرف تا امروز کسی نبوده که بیفتم دنبالشون اندازمش زندان. آدمای مثل تو رو خوب میشناسم. هر نوع کثافتکاری انجام میدین. قمار، مشروب، خوشگذرونی، جنایت، تهدید، آدم ربایی، حرفای گنده زدن، قواعد. به فقرا کمک میکنین، به کسایی که تو شرایط سخت هستن کمک میکنین، قهرمان بچه ها میشین. ولی در اصل آدمای پس فطرتی هستین. همتون مجرمای عوضی هستین. من یادم نمیاد کاری کرده باشم که مستحق این توهین ها باشم. آقای رئیس، اگه همینطور که میگید مجرم باشم، اداره آگاهی به این عظمت تا حالا منو دستگیر کرده بود و انداخته بود زندان. اینطور نیست کمیسر چیدم؟ آره تا الان نشده. بهت گفتم بیای اینجا تا بدونی وقتت کم شده. میدونیم تیر خوردی، میدونیم با اون یارو که بهش میگن عزت خان درگیر شدی. اینم میدونیم که این کار اون بوده، ولی اگه بخوام از جفتتون بپرسم جفتتون انکار میکنین. بین من و آقا عزت هیچ مشکلی نیست. این مسئله خیلی وقت حل شده. اگه از دماغ طرف خون بیاد از چشم تو میبینم. زنبور بهش نیش بزنه از چشم تو میبینم. حتی اگه خودکشی هم کنه از چشم تو میدونم. دیگه به ته خط رسیدی اشرف. هر قدمی برمیداری حواستو جمع کن. کوچکترین اشتباهی ازت سر بزنه من هستم. باشه، آویزه گوشم میکنم رئیس. تمام شد؟ فعلا همین بود. خواستم آشنا بشیم. خیلی از آشنایی باهاتون خوشحالم. رئیس، یکم مضطرب به نظر میرسی. کنترل خشم چیز مهمیه. مراقب باشید. بعدش آدم زنشو کتک میزنه، مسبب طلاق میشه، بچه ها آواره میشن و خدایی نکرده. تو اینا رو از کجا میدونی عوضی؟ چیا رو میگی؟ برو گم شو بیرون مردی که. من درسامو خوب بلدم رئیس سردار، خوب بلدم. زندانم نمیرم. یه سری ارزش‌های اخلاقی دارم که اگه نیاز باشه اونا رو زیر پا میذارم. کاری نکن که تو اولیش باشی. با اجازه.
چی میخواست؟ میخواست خودشو معرفی کنه که آشنا شدیم. حالا دیگه اون هم منو میشناسه. تا صبح رقص حالایی کردن، سر و صدا و داد و بیداد. دیگه اصلا نتونستی ما بخوابیم. کاملا حق با شماست. من رسیدگی میکنم. اگه قراره همچین آدمایی بیان، من دیگه اینجا پامو نمیذارم. خب این دفعه هزینه اقامتتون از طرف ما باشه. قول میدم جبران کنم. بسیار خوب، باشه. ممنونم. چی شده؟ هتل رو تبدیل به آغل کردن. از صبح تا حالا شکایت پشت شکایت. وقتی از سگ حرف میزنین چون موقع آماده کن. وای وای وای. منم میگم این صاحب هتل کجاست؟ آقا اشرفی خوش آمد نمیگی؟ خوش اومدی عزت خان. ببینم خوش میگذره؟ دیشب یکم سر و صدا کردیم. اما چون صاحب هتل آشناس زیاد سخت نگرفتیم. انقدر حق داریم دیگه. آره. شما راحت باشید. من میرم استخر که هست؟ مگه میشه نباشه؟ بچه ها حلش کنید. اشرف خان یه سوال داشتم. از این هتلت خیلی خیلی خوشم اومده. میگم احیانا این هتل تو به من میفروشی؟ نایچ نمیفروشم. میفروشی. من حس میکنم تو وقتی پولو ببینی حتی مادرت هم میفروشی. من که مادر ندارم. صبر کنید بابا، شوخی کردم. خوب فکرتو بکن. من میرم با اجازه. امشب تو اتاق پارتی داریم، حتما بیاینا. استخر کجاست؟ بفرمایید قربان، از این طرف. این هتل چقدر عجیبه ها. دنبال هر کی میگردی اینجاست. تو هنوز آهنگ درخواستی نمیخونی؟ نمیخونم. میخونی. به حساب تو هم میرسم. زود باش پسر. آدم وقتی همچین آدمایی رو میبینه دلش میخواد از پنجره پرتشون کنه بیرون. درسته. بیاین بهتون جایی که قراره اجرا کنین رو نشون بدم. این یارو تو این هتل میمونه؟ برای مدت کوتاهی. برامون که دردسر درست نمیکنه. نه نگران نباش. اشرف، من اینو میکشم. کسی بهش دست نمیزنه گردال. اشرف نشنیدی چی گفت؟ شنیدم. گردال کجا؟ اومد. ببخشید خانم. آی خرسون. آقای محترم آروم جلو پاتو نگاه کن. چی کار میکنی؟ چرا یعنی چی زدی بهم؟ میخواستی سر رام سبز نشی؟ من داشتم عادی می اومدم تو اومدی زدی به من. چی کار کنیم خب؟ کسی که آدم خوبی باشه عذرخواهی میکنه. البته ببخشین گفتم آدم. میگم ببین شرمنده، حواسم نبود. بی احترامی ای کردم. بابا باز شروع کرد. موندم. آخه این چه وضعیه که من ازش سر در نمیارم. مگه میشه آدم عاشق هر زنی که میبینه بشه؟ اسمم عوض میکنم اگه الان دختر ازش خوشش نیاد. بر خدا. ببخشید اسمتون چیه؟ اسممو میخوای چیکار؟ میخوام شعر بنویسم. برو پی کارت موسی. جرن کجا موندی؟ جرن خانم بسیار خوشبختم. منم گردالم. میگن گردال دیوونه. ببین گیره کیا میافتم من. اینا خیلی آدمای عتیقه‌ای. و البته خیلی پول دارم. دختره چطوره؟
ببینم تو لیستو گرفتی؟ خیلی خوب، پس ما طبق ردیف میریم جلو. چه شبی بشه امشب؟ عزت تو هتل اشرف میمونه. یعنی چی؟ میدونیم که توافق کردن ولی عزت تو اون هتل چی کار داره؟ من اینو نفهمیدم. من فهمیدم. منو ببین. بفرمایید. چت شده؟ چیزی نیست. گفتم چت شده؟ گفتم چیزی نیست. مهمان عزت خان هستی؟ خدا اونو لعنت کنه، منحرف روانی. رو تنم سیگارش خاموش کرد. ببین. چند سالته؟ 19. کارت شناساییتو نشون بده. چرا؟ گفتم نشون بده، صاحب هتلم. مرد مشکل داره، اون یه روانیه. خیلی حرفای بدی به هم زد. همشون روانی و مستن. اینو بگیر. دیگه از این کارا نکن. برو. بله چشم. تو شهر ما از بعضیا به خاطر قدرتشون میترسیدن، از بعضیا به خاطر دیوونگیشون و از بعضیا به خاطر پولشون، از بعضیا هم به خاطر قوم و خویششون. ولی از داداش اشرف به خاطر سکوتش میترسیدن. این هوریا رو ببین تو رو. عزت خان چیه پسر؟ یکی اومده دم در، میگه از طرف آقا اشرفه. باشه بگو بیا. بهش گفتم یه بار دیگه ببینمت کشدمت. اونم تو چشام نگاه کرد. بفرما داداش. آقا اشرف اینو به طور ویژه برای شما فرستاده. به دستش درد نکنه. از طرف ما از داداش اشرف هم تشکر کن حتما. برو دیگه. آقایون جمع شید. یه جنس درجه 1 رسیده. بودو بیا تو پیشه فرستادن. همه باس بردارن. اون دختره که لباس مشکی تنشه رو میبینی؟ خوردم بهش. خب مهمانان عزیز، امشب قراره تا پاس شب در خدمتتون باشیم. پرسنل ما محسوب میشن. ای بابا فاصله میگیریم دختر. پرسنل تو که نمیخوایم بخوریم. آهنگی که میخوام براتون بخونم و ترانه‌شو خودم نوشتم. تنظیمش با دوستم تانره. از الان امیدوارم شب خوبی داشته باشید و بهتون خوش بگذره. 3 2 1.
تو یه مدت جای آفتابی نشو. نگران من نباش. ممنون. برای من افتخار بزرگی بود. جبران میکنم. بفرمایید. کجا رو نگاه میکنی؟ چشترونی نکن. من دور رو دارم نگاه میکنم. همه آهنگا رو خیلی پسندیدن. به تبریک میگم. تو چی؟ آهنگات قشنگن. آقا اشرف بفرمایید آب گازدارتون. متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید. نمیشینی؟ سودا و لیمو. این روزا همش دارم همینو میخورم. متن آهنگ توجهمو جلب کرد. خودم نوشتم. شنیدم. بیشتر از کجاش خوشت اومد؟ چیزی که همش دنبالش میگشتی رویا بوده. مگه اینطور نیست؟ وقتی به چیزی که دنبالش میگشتی میرسی میفهمی یه رویا بوده. عشقم همچین چیزیه. وقتی بهش میرسی دیگه لذت بخش نیست. اینکه دلتنگش بشی، دنبالش بگردی، براش هیجان زده بشی لذت بخشه. شایدم. تو چرا اینقدر آدم مرموزی به نظر میای؟ مرموز نیستم. همینطوری هم که میبینی. انگار همش یه چیزی تو سرت و اصلا یه جای دیگه هستی. اینم شاید. حق با نیسان بود. تو ذهن داداش اشرف همیشه چیز دیگه ای بود. اولین بار که تصمیم گرفته بود عزت و مجازات کنه کل نقشه رو کشیده بود، ولی به کسی چیزی نگفته بود. آی سرم چقدر درد میکنه. آی 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 سرم. آی 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 کی این کارو کرد؟ لعنتیا حفظیا. میخوام یه چیزی بهت بگم. میدونی تو زن الهام بخشی هستی. آدم وقتی همچین آدمایی رو میبینه دلش میخواد از پنجره پرتشون کنه بیرون. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.